چندین منابع معتمد در حکومت اسفره به رادیو آزادی گفتند تیراندازی صبح 10 مارت در مرز چارگو و بادکند روی داده است. یکی از همصحبتان ما از مقامات محلی به ذکر نام گفت حادثه هنگام عوض شدن قسم نوبرداری سرحدبانان تاجیک رخ داده است. وقتی هیئت نوی سربازان میآیند از جانب سرحدبانان قرقیز رد و بدل صورت میگیرد و به آگاهی به جانب ما تیر خالی میکنند. در نتیجه سرباز ما در جای حادثه میفوتد و یک دهقان زخم میبردارد. شخصیت سرباز فوتیده را مقامات تا لحظه پخش نوار نگفتند، ولی از او سرباز قطاری سنت الله صمدوف نام برده می شود. مقامات اسفره به اصرار میگویند که زخمیان را به قید نگرفتند. خبرگزاری از پلیس از زخمی شدن 2 نفر خبر داده است و رسانه های دیگر نوشتند که این حادثه به نهالشنانی دهقانان هم ربط میگیرد. خدمات مرزبانی قرقیزستان گفت حادثه پس از آن رخ داده است که مرزبانان تاجیک به خطی نامشخص مرز رفته از سرحدبانان قرقیز خواستند محل را ترک کنند، اما مرزبانان قرقیز اجازه ندادند که نظامیان تاجیک نیت خود را عملی کنند و تیرپرانی آغاز شد. تقریبا 10 دقیقه ادامه کرد. آمده است در اظهارات. این حادثه در محل روی داده است که راهی بین دهه خواجه علا و جماعت چارگو را به هم میپیوندد. ساکنان میگویند هرچند حالا راهها گشوده است، روهای نقلیات به سمت خواجه علا و واروخ دیده نمی شود. سربازان قرقیزستان به حالت آماده باش در آمدند و از جانب تاجیکستان به گفته ساکنان شمار زیادی حربیان و تکنیک جنگی هم در آن منطقه به مشاهده می رسد. مذاکرات نمایندگان مرزبانی دو کشور نصف روزی در منطقه مرزی دشتک شهر اسفره آغاز شده است و تا این لحظه مقامات تاجیکستان از نتیجه مذاکرات هیچ اطلاع ندادند. از 970 کیلومتر سرحد تاجیکستان و قرقیزستان نیمی از آن تعیین و نشانه‌گذاری نشده است و نامعینی هر چند وقت سبب بحث و مناقشه مسلحانه بین دو همسایه می شود. آخر ماه ینور امسال نیز چنین مناقشه رخ داد و ده‌ها زخمیان و 2 کشته را از جانب تاجیکستان بر جای گذاشت. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.